با رئیس علمای طالبات فاریاب، ما به عنوان یک سربازی که فکر میکنن کافر هستم و بیسواد، ما در محضر کل ملت استاد میشم، ما هم حرف از دین میزنم، او هم حرف از دین بزنه، دیگه علما استاد شوند. اگر ما پیش رئیس علمای طالبا کم آوردم، خون ما بخشیده مرا اعدام کنه. من نه نو مسلمان هستم، نه نفهم آمدیم وارد از این نظام شدیم به خاطر مقابله و مبارزه. از شما ملت فاریابم میخوایم که لطفاً بیایید کنار ما استاد شوین. اگر امروز ما تنها تانستیم قیصر را از سقوط نجات بدیم، شما بیشتر شوین کنار ما استاد شوین، ما مکمل قیصر را از لوس پلید از اینا خلاص میکنیم. توان ندارن، تبلیغ میکنن، آخرین قدرتشان یک متربم بود. همون خداوندی که امر کرده برو به خاطر حفاظت بنده های من، همون خداوندی که لازم دیده، با خدا والی صاحب گاهی عشق میریزم، خداوند چطور ما را انتخاب کرد که به خاطر خادم بودن به بنده هایش ما را انتخاب کرد. خدا چی دیده بود در وجود ما که به خاطر دفاع از دینش ما را لازم دیدی لباس ابو پوشیم بیاییم استاد شویم. خداوند لازم ببینه که در خط مقدم جبهه به خاطر دفاع از بندگان مظلومش، به خاطر نجات مادری که از صدای توپ و راکت و وحشت حضور از اینا آرامش نداره، بیاین کنار ما استاد شوید. بیاین به خاطر حفاظت از تمامیت ارضی نوامیس ملی به فرمان الهی، جایی که جان بیتی شهید صدایت میکنن، اگر زنده بانی قهرمان. این مقام بسیار کم پیدا میشه.